سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. اسم من علیه و خوش اومدین به کانال من. امروز قراره یه ریاکتی داشته باشیم به یکی از ویدیوهای مکس امینی. لایک، کامنت، سابسکرایب هم یادتون نره. بفرمایید. Berlin! Make some noise! Hi! 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 Shuna! Wow, what an energy! Hi! من خیلی استنداپ کمدی میبینم، استنداپ کمدی های ایرانی هم میبینم. ایرانی که زیاد نیست دیگه، یا یکی دوتا اون زمان خندوانه و اینا و اصل جدید اینا دو سه تا پخش شد. یکی دوتا کمدی کلاب داریم تهران که اونا رو میبینم. یکی هم که قبلا گذاشتم فری و اینا، رفیقاش هم کمدینن، اونا رو هم اگه دوست داشته باشین ریاکت میریم. خارجی هم خیلی میبینم، ولی میتونم بگم استنداپ کمدی های مکس امینی خیلی پر انرژی هن. یعنی در سطح بین الملل خیلی پر انرژی هن. با این انرژیش همیشه حال میکنم من. بزنیم بریم نگاه کنیم. Good to see you! Ah! This is so nice. This theater, من دارم انگلیسی حرف میزنم، ببخشید. حواسم نیست. از اول شاکرم، نوکرم، مخلص همگی. تو خیلی فانی هستی ها. فارسی ها. یعنی چقدر تو عصبانی. فارسی ها. یعنی همچین گفتی مثلا یا برق ازم پرید. فارسی چی دارم میگم؟ من دارم چه زبانی میگم؟ اسپانی پولادس. حواسش جمع است. خیلی سرده، اینقدر سرده که ببین خداییش دلم براتون سوخت امروز. خیلی اینجا پسون گاو و فشار بدی بستنی میاد. یعنی من سرما اینجوری ندیدم. من از هواپیما پیاده شدم یادم قطوف نوک سینه هام شد مثل تیز. یعنی من مثلا بخوام ماشین یکی رو بخوام خط بنزنم فقط یه اینجوری کنم تمومه. یکی از مزیت‌های مکس امینی اینه که وقتی استنداپ اجرا میکنه با مخاطبش تعامل میکنه. یعنی خیلی از استنداپ کمدین های بزرگ دنیا هم در توانشون نیست این کار. یعنی شما نگاه کنین استنداپ کمدین های درخشانی هستن ولی یه متن ثابتی دارن، میان تو برنامه متن رو اجرا میکنن، انرژیشون رو تزریق میکنن، بالا پایین دارن، ولی اون متن هست فقط دیگه. یعنی با مخاطب تعاملی ندارن. ولی مکس امینی علاوه بر متنش که معمولا متناش کوتاهن، یعنی متن بلند نداره، معمولا متناش پلان پلان چیده شده، میتونه جابجا بشه، میتونه یکی اصلا ببینه جو سالن درست نیست نگه، ولی با مخاطب خیلی خوب تعامل میکنه. این کارش درجه یکه و همینش باعث شده که من ازش خیلی خوشم بیاد. بداهه سرای قهاریه. برین حال کنین جمله رو. شما گرمته، شما دفعه دیگه با مایو تشریف بیارین. خیلی خوش اومدین. سلام عرض کردم. شما دفعه اول اومدین برای همین اینجوری تخماتون رو محکم گرفتین. آخه ردیف جلو بلش کن. آره بابا ریلکس. من میخوام مثلا اینجا لگه وسط سالن اول بار اول. شما بار اولتونه. شما بار اولتونه. همه حالا کی با تو حرف زد اصلا؟ چرا میای خودی میکنی قاطی مرغا؟ این حاضر جوابی شد. خیلی دوست دارین حرف بزنین، من اشکال نداره با شما حرف میزنم. اسمت چیه؟ لیلا جان، نایس تو میچ یو. مرسی اومدی. این برلین زندگی میکنی؟ آها، خیلی جای اختزایه. بیا یواش یواش برلین. اصلا اسمش زایه است. برندنبرگ. خدا وکیلیش نه؟ من نمیدونم، من اینجا رو بلد نیستم. من اسمش خیلی زایه بود. حالا اینشون که بغل نشسته دوست پسرته. خب این بنده خدا آدم نیست. این اینطوری پوسید بغل تو.
اینقدر حرف میزنی؟ اسم شما چیه دوست پسر؟ رضا. این آدم خیلی معاشرتی. من برندنبرگ همچین من سردمه گرممه، میدونی؟ این آدم معاشرتیه، آدم خیلی خونگرمه. تو آدم خجالتی به هم میخورین. چفت شدین. خیلی اعتماد به نفست بالازا. امشب یهو دیدی چفته باز شد. تنها میری برندنبرگ. من و رضا امشب بریم استریم کلاب. دارم بهت میگم. منم میام. حالا راجبش فکر میکنی. رضا چیکار میکنی؟ جوش میده همه این خوشه. جوشکار. اون وقت چند وقت با هم دیت میکنین؟ 7 ساله. او مای گاد. بابا جوشکار حرفه‌ایه. از پارسال کی اومده؟ دست بزنیم. پارسال کی اومده؟ واو. نایس. شما اومدید. نایس. اسم شما چیه پیران زرد؟ ملوسک. ملوسک. ای جون. عاشق نشم. تو گفتی ملوسک من مردم. از خجالت مردم. من عاشق بشم به کسی ملوسک؟ مگه من بچه بازم؟ اسم مستعارت ملوسک نه؟ ملو؟ بدتر شد. ملو؟ خانواده تیاد میکنن ملو؟ جون من بگو ما رو گرفتی. خانوادت اسم تو گوشتن ملوسک؟ خانوادت خیلی عتیقن. من فکر کردم نعیمه بد بود. این افتضاح شد. نعیمه خدا عمرت بده. خیلی این اصلا تو رو روسفید کرد. توی اوضاع بحرانی کسی کمک بخواد چجوری تو رو صدا بکنه؟ قلبم گرفت. ملوسک. ملوسک نجاتم بده. ملو. تو به یکی دونه ای؟ خواهر بزرگت اسمش عروسکه؟ کو خواهر بزرگت؟ اینجاست؟ های. خواهر بزرگ اسم تو چیه؟ مرده. بهارک. بهارک و ملوسک. آقا جدی اینا بهارک و ملوسکه. مادر پدرتون کجا؟ اینا تو ایران مثلا کارخونه اسباب بازی فروشی داشتن؟ یا کارتون میساختن تو تلویزیون؟ واقعا اسم تو گوشتن ملوسک. تو بری ایران اصلا کسی اصلا میبرن. مثلا من ملوسک هستم. میبرن زندان اوین. البته توف به روشون که میبرن زندان اوین. ولی فقط دارم میگم ملوسک اصلا نمیخوره به سیستم. چی؟ آره راست میگی. اجازه بده. اسمت اینقدر عجیب و غریبه. این پسره که چرت و پرت میگفت چه حرف اساسی پرسید. مخش رفت سر جاش. ملوسک اسم برادرها چیه؟ رضا؟ مطمئنی رزک بزک نیست؟ یه دونه داداش داری؟ 2 تا. اون یکی چیه؟ علیک؟ علی و رضا با یه بهارک و ملوسک. چقدر باحالین شما. بویفرند داری؟ مزدوجی؟ اسم شوهرت چیه؟ مکس. نامستم و بنویسی در نمیاد. اسم شوهرت مکسه؟ او مای گاد. خاک بر سر اون مکس. چقدر تو گلی. تو نازنینی. تو بهترینی. دمت کرد. به افتخار ملوسک.
That was so good ملوسک. خدا عمرت بده. آره با ملوسک و مکس. من هیچ وقت من نمیبینمت. من اینجا چراغ تو چشمه، ولی تو اگه خوشگل ترین، اینتلیگانس ترین، آلیسکوت ترین آلمانی ها ایرانی های اینجا باشی، فقط به خاطر اسمت من باید ازدواج نمیکنم. امکان نداره من تو عمرم یه زن بگیرم بگم اسمش ملوسکه، برم مثلا مهمونی سلام خانم میدونستم بله خانمم ملوسک. من نمی کنم. نعیمه رو میگیرم با افتخار، با افتخار نعیمه رو میبرم با خودم. مکشون ایشون خانم میدونستم بله خانم نعیمه لوسر، بفهمید. ولی ملوسک آخه گناه داره این مکس بدبخت شوهرت، عوضش کن. کرونا گرفتی؟ هوا خیلی گنده اینجا، اصلا هواتون گوه، زبونتون افتضاح، احراز ولی اخلاقتون بی‌نظیر. به خدا نایس نایس، چقدر شما نایسید. عوضش امنیت دارین. مگه من از ایران اومدم، از آمریکا اومدم بگه ما امنیت نداریم؟ حالا ویزا ندادن ما امنیت نداریم ها؟ امنیت مهمه، درست میگه. کلاب ندارین؟ یعنی نایت کلاب؟ اصلا چه ربطی داره؟ این داره امنیت زندگی رو میگه، یعنی از نظر اجتماعی امنیت داره. این یک زنه، تو اصلا مسکین نمیدونی کجایی. تو کل دنیا بهترین کلابای دنیا تو برلینه. من دارم به جون خودم میگم بهترین دیجی ها، بهترین کلابا نوکرتم اینجاست. آها ما نداریم، داشتی میریدی رو من ریدم به تو. ما داریم ولی به خوبی مال شما نیست. راست میگی. آخه شما کلابای عجیب غریب دارین اینجا، یعنی شما یک امنیت ها اینجا دارین که این امنیت زده به سرتون. یک کلابا یک کارهای تو اون امنیت میکنین که اصلا هر کسی نمیتونه درک بکنه بجز یک انسانی که حالت ملوسکی داشته باشه. یک کلاب کیتی کت من شنیدم اینجا هست. همشون هم بلدن، چشمم روشن. اونجا مثل که خیلی امنیت داره. دوست من میگه آقا ببرم کلاب کریکت، بعد به من میگه اونجا چه خبره؟ میگم چه؟ میگه میشاشن رو هم دیگه. گفتم برای چی؟ آخه چرا؟ واقعا آخه چرا؟ گفت اینا خیلی دوست دارن به هم بشاشن. به جان خودم میگم شما برو به من تعریف کن. شما رفتی کریکت؟ نشینه بودی چوب تو کون آدم دروغگو. تو کریکت تو برلین نشینه بودی. آرا بابا ما اینجا داریم با آنستی صحبت میکنیم. این ملوسک اسمش. حالا تو بر من بچه تنگازی در میاری؟ من اصلا نشنیده بودم. این که نشیده این نفر اول تو کریکت. اصلا این آلمان برلین عجیبه. میگن میره اونجا صف میبندن، وای میسن تو این سرما که یکی بشاشه روش. گفتم شوخی میکنی؟ گفت آره همه اتفاقی ممکنه بیفته. گفت اگه درجه بالا باشه یکی میرین رو سرشون. تو صف وای میسن. این واقعیه؟ اصلا پشمام ریخت. یعنی چی میشاشن روتون؟ اگه خوشبختانه انتخابشون بکنن، همه کس انتخاب نمیکنن. اینا میرن اینجوری نگاه میکنن. مثلا من شاشمو نگه داشتم، من آمادم. اگه قیافت خیلی مثلا شاشوی درجه 1 باشه میگن برو تو. دوستم میگفت بیا بریم. من گفتم من نمیتونم برم اونجا، مثلا آیدیا نمیتونم برم. گفت یه لولش میشاشن، یه لول دیگهش مثلا کارهای دیگه میکنن. گفتم چیکار کنم؟ مثلا با شلاق میزنن.
بعد یکی باید ترتیب یکی دیگر رو بده. اون اجازه بده من قبل که کیتیکت صحبت کنم. اینجا کسی سن کمه؟ شما اومدی؟ بعد حالا چرا همچی میگی نه من نه؟ تا چند سالته؟ شما چند سالته؟ 19 ساله باید کیتیکت بری؟ خب از این فکر نکن. شما چند سالته داشت؟ 15 سالته. اسمش چیه داداشم؟ آوید. قربونت برم من که اومدی شوی من محبت کردی، ولی ببین این شو 18 سال به بالاست. حالا تو 15 ساله که میای توی شو من 25 ساله اینجا میری بیرون. از 15 کمتر داریم بالا گوشیشو بگیریم. چند ساله؟ آقا پس بریم راجع به یه کلاب دیگه صحبت کنیم. 15 ساله مرده، این برای خودش با بزرگه. 15 ساله برو گوگل کن کیتیکت، هیچ وقت نرو. هر کی میاد شوی من یه چیز خوب یاد میگیره. این که بهت دارم میگم، بهت نمیگفتن یه وقت خدای نکرده میشدی 18 میبردن یکی میشاشید رو سرت. خوب بود. هیچ وقت اونجا نرو قربونت برم. 1000 تا کلاب بهتر از این آلمانیا. شما کلاب ندارین، یعنی ما نمیشاشن رو سرمون، ما کلاب نداریم. برو کلاب معمولی همین عادت کن فقط این دانس میگه all is good. شماره بگی برو خونتون. بال بود. یعنی چیشی میشاشن رو سرتون؟ نمیفهمم. در که این موارد واسه من یکم سخت. امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. خیلی باحال بود، من حال کردم. لایک، کامنت، سابسکرایب، شیر. تو رو خدا یادتون نره زنگوله رو هم بزنین. ویدیو جدید میذارم صدا بده. خداحافظ.